حاجی تو تامنیل این ویدیو نوشته بود نمیدونم بیا این قانو بردار اونم چی 47 بعد برو مپو جارو کن مگه داریم. سلام بچه حال دلتون چطوره؟ به هیمالیا خیلی خیلی خوش اومدید آقا. اومدیم همینجوری که داشت ریزمون علاقه همینجوری اومدیم واسه تو یه اتچی بدیم که اصلا قاد فکر کنم نمیدونم این اتچ مکتم باشه یا چی، فکر کنم SMGه بابا. اصلا این رنجی که هر رنجی رو میزنه این 47 اتچش من موندم، اصلا مکتینا پیشش چیزی نیست. درست قویه ولی دیگه در حد 47 که بیاد رنج نزدیک و اینجوری بزنه دیگه من قفلم رو گوشی، نه ببخشید قفلم رو AKه. کلا ناموسم میگم مثلا رنج دور نمیدونم رنج متوسط تیراش یه جوری ریج میشه به یارو. خب مثلا تو یه ثانیه تیراش مثلا سرعتش بیشتره، میدونی چی میگم؟ قشنگ در جا چیزش بیشتره سرعت زدنش. بعدش اینجا اومدیم وسط یه اسکوپ گفتیم آجی بذاریم اینا رو بزنم بعد ویدیوشو بندازم کف یوتیوب واسه برابرش کنم. ما اینجا یکیشونو انداختیم و منتظر شدیم بعد اون یکی رو گفتیم اینجا یه ذره چرخیدیم و اینجور چیزا. خیلی هم جایی بدی انداخته بود. بعد نه هیچی نداشتیم گفتم بابا ولش کن بذار راش بدم دیگه. مردم فدای سر، نه ببخشید چیز گفت برعکس گفتم. آراجین اینجا راش دادیم اومدیم پایین یکی 47 رو گرفتیم گفتم داداش باید اینو ببین راش میده عجب. اینجا یکی انداختیم و رفتیم واسه اون یکی. آقا اینجا از همه جا نید نمیدونم کلا نید پاچه شده بودم اینجا. بعد اومدم این ورم قشنگ یارو دیدم داره از پایین اونا داره میاد. گفتم داداش کجا میای؟ رنج نزدیک بیرون با من پلی بیرون. گفتم اوکی بیا فایت بریم با هم جوبس. آقا این رفت اسکواد لابی یه دونه بات خوشیل دادم گفتم اینم بزنم دیگه غنیمته تا یارام ندوزدنش. آقا اتچمنتش رو همین الان میذارم برید اصلا بچینید. اگه واسهتون واقعا خوب بود که بیا بنویس آجی خوب بود. اگه نبودم نبود دیگه داداش ولی میدونم میشه آجی. خیلی اتچ قادیه. اینم اتچمنتش بفرمایید جی. اینم اتچ قول ناموسم وایسته اینجا اومدی تعارف معارف نکن تعارف اینجا نداریم، تعارف موقوف ناموسم. اینجا پیش داشت ریزی دو تا قوانین است. ببین یکی این که انرژیت باید بالای 100 باشه تو هر شرایطی باید بالای 100 هم نه بالای 100. بعدش هم آجی تعارف نداریم که اینجا اتچمنت تو اتچمنت من اتچمنت تو. آقای فدو شما دنبال چین آموسن؟ اینجا از داشتریزی باید بود یه ماشین رو بزنه به یه جای دیگه دستفرمون که پایه که داشته باشی بزنی به یه جایی یکم خیته. آره آقا اینجا اومدیم واسه شما ویدیو اینا بگیریم دماجی همش باته که گفتم چیکار کنم چیکار نکنم همچنان دارم وحشی میرونم که دوتا انم پیدا کنم بزنم. ولی خدا رو شکر دوتا حداقل پلیر بود اینجا حوصله‌ام سر نرفت. آقا اومدیم اینجور چیزا. بعد با ماشینم هم ببین چه آبیه قشنگ خوشگلون. دست فرمون نگاه کن ناموسم. من برم این تو تلویزیون گذاشته بودن این برنامه چی بود دست فرمون بود چی بود و من برم اونجا شرکت کنم. در آقا اینجا یارمو زدنم چه از کنم خودکشی کرد کرم داشت. بعد منم وایسادم بوق کردم بهش گفتم داداش بیا سوار شه دیگه تعارف نکن دخترا دیگه اینقدر چون آقا وایسادم من خواستم مخشونو بزنم دیدم نه آجی پا نمیدن اصلا بیان سوار شن دیگه. گفتم اوکی وایسا پیادهشم ببینم مرگشون چی آجی. من این یکیو بلند کنم اونم یارم بلند کرد که آقا خواستم اینو بزنم امیر رو همین که الان رفیقم هم ترکونده بود ماشین موتورشو. گفتم آجی نزن بذارین الان بهتره کنیم به فاک میره کلا. اینجا زدیم دیدم اون یکی رفیقمون بابا نمیخواستم این بینون امیر رو میخواستم بمیره که دیگه نموردونم اون یه ذره چیز سفیده مثل داشت ریزی تونه دیگه آجی مثل داشت ریزیه. اینجا آرمو اینا زدیم قشنگ ریلودینا کردیم و بریم واسه اون دوتا پلیری که گفتم بهتون. آقا اینجا داشتیم همینجوری قدم میزدیم گفتم داداش ناموسم چی میشه الان یه دونه بات بیاد جلو من خدا هم گفت آجی عشق بیا بابا موسم دیدم آجی دمت گرم ناموسم خدا اصلا این چه کاری چرا
منو زیر زمین میندازی آخه از زمین خجالت. دیدم آقا یه دونه دیگه هم انداخت جلوم دیدی. بعد گفتم خدا دیگه این پلیره دیگه آقا چیکار کنم یکم نه نخواستم بپوشونم دیدم دیگه خدا دیگه از راه خدا دیگه دادن اینجوری میشه. آقا رفتم پایین اونورم رفیقام درگیر بودن گفتم آجی این از طرف خود اومده رو بزنم. بعد یه دونه جامپ سگی زدم بالاش رفتم بزنم گفت حاجی وایسا دیگه. حاجی دیدم اصلا کجا این رفتم پایین دیدم اون کلاسکو خوردم رو زد. بعد منم حاجی نینجا داشتم نینجا رو زدم بالا رفتم گفتم داداش وایسا اصلا خوردن اینجا کار نمیده. گفتم حاجی اصلا نمیخوای ببین داداش اگه نمیخوای بمیری به من بگو اصلا گفتم اینجا تعارف اینا ندارم. گفت نه حاجی میخوام. آقا اینجا یه نفر رو زدن از یارام نتش رفته بود. گفتم یا خدا دیگه دست گذاشتی رو خط قرمزای من خط قرمز اصلا زردینا هم نه خط قرمز گذاشتی یا دیدم وای یکی هم زد. گفتم دیگه جرأت کردی یا جرأت داشت معلومه جرأت داشت رفیقای داشت کریزی رو میدن. گفتم وایسا اومدم همراه AK-47 سگی. گفتم داداشی به یارم گفتم داداش اینو نزن بذار من بزنم این دو نفر رو انتقام سگی رو بگیرم. آقا اینجا 47 رو گرفتیم و به دست گفتیم داداش بیا اینجا ببینم با اینو زدیم رفتیم اون یکی هم بزنیم اونم زدیم اوکی شد. بنازم بابا بنازم یه دونه بنازم نه. آقا تو ویدیوی قبلی هم بود اگه تا اینجا بودیم بگو بودم عشق منی خدا